به نام خدا. من ابتدا میخوام این موضوع رو بگم. وقتی که وارد ورزشگاه عضدی شدم، با اتوبوس که اومدیم یه شلوغی رو دم در دیدم، توی خیابون دیدم. اما توی ورزشگاه که اومدم انصافاً بگم اصلا نمایش نیست، دلم گرفت. یه لحظه سکوهای خالی رو دیدم. قرارم بود بازی بدون تماشاچی باشه، اعلام کرده بودن و اینم خب در هر صورت شاید یه امتیاز برام محسوب میشد، ولی خدا میدونه شاید من نیمه اول رو 1-0 باخته بودم، اما خیلی خوشحال بودم که یه روز خوب برای تماشاچی‌ها بود. گیلان، داماش، تماشاچی‌ها، هوادارهای خونگرمشون چه تشویقی کردن. برنده این بازی من میگم هوادارهای داماش گیلانن که ورزشگاه ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه مملو از تماشاچی شد. این برای من خیلی جالب بود. قدر این هواداراتون رو بدونید و داماش حتما جایگاه خوبی تو جدول خواهد داشت. امروز هم تیم خیلی خوبی بود، ما رو واقعا تحت فشار گذاشت، مخصوصا تو نیمه اول. خب ما برنامه‌ای برای نیمه دوم داشتیم که خوشبختانه استفاده کردیم، کمتر اشتباه کردیم. میگم برنده واقعی این دیدار هواداران خونگرم و سخت‌کوش داماشن که از دقیقه 1 تا دقیقه 96 تیم محبوبشون رو تشویق کردن. درسته 3 امتیاز رفت تو جدول به نام مثل کرمان، ولی من فکر میکنم خوشحالیم که امروز یه اتفاق خوب افتاد و تماشاچیای داماش رو ما تو ورزشگاه دیدیم و لذت بردیم از این بازی. آقای مامونیان یه خورده احساس شد تیم شما رو آورد به اتلاف وقت، نظر خودتون چیه؟ من نیمه اولی که شما شاهد بودید ما 1-0 عقب بودیم، اصلا اتلاف وقتی تو کار نبود. نیمه دومم در صورت ما تا اواخر بازی، شاید بگم تا یه ربع آخر بازی 1-1 بودیم و اصلا دلیلی نبود که ما اتلاف وقت بکنیم. تو چند تا صحنه بازیکنامون واقعا مصدوم شدن و ما این تعویض هم حتی داشتیم، حتی تعویضایی رو انجام دادیم به خاطر مصدومیت بازیکنامون. شاید یه دقایقی رو بنا به دلایلی احتیاج به نفسگیری، ریکاوری و اون تغییرات تاکتیکی که می‌خواستیم بدیم اینو انجام دادیم، ولی دستور کار ما بازی و توقف بازی و اتلاف وقت نبود، واقعا نبود.